زمان چیز عجیبی است. می‌دود، جلو می‌رود و دوست داشتنی ترین آدم‌های زندگیت را یا کهنه می‌کند یا عوض. بعضی‌ها یا تغییر می‌کنند یا حقیقت درونشان مشخص می‌شود. شاید باورتان نشود. حتی کمتر از 1 ماه و حتی کمتر از 1 جلسه. زمان دیر یا زود به تو ثابت می‌کند که کدامشان ماندنی اند و کدامشان رفتنی. دعا می‌کنم زمان بگذرد و دنیا پر شود از آدم‌های واقعی، آدم‌هایی که نه زمان آنها را عوض می‌کند نه زمین. گاهی آدم می‌ماند بین ماندن و رفتن کدام را انتخاب کند. بماند از بی‌توجهی بسوزد یا برود و از دلتنگی بمیرد. اما ماندن و گم شدن در روزمرگی ها هم کم از مردن نیست. باید یکی باشد که در بین تمام دغدغه هایش تو اولویت داشته باشی، نه گزینه‌ای برای رفع بی‌حوصلگی. پس هر جا حس کردی ماندنت توهین به احساس است، بی صدا حتی بدون بستن چمدانت برو. بگذار بیاید و نبودنت را حس کند. البته اگر بیاید. کسی که حضورت را ندید بگذار تا ابد با جای خالیت دست پنجه نرم کند. گاهی رفتن و نبخشیدن لطف است نه ظلم. یادت باشد بین ماندن و رفتن یکی را انتخاب کنی، اما اگر بروی و از دلتنگی بمیری زیباتر است.